جوانو بعضیش بتوقت میشوند حقیقتا در سن سال جوانی شهوت زیاد است تسکین بخشنده همون شهوت اینا میگه حضرت صلی الله علیه و سلم هم جوانو را جمع کرد حدیثی گفت یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ای جوانا گفت کسی از شما امکان شرایط زن گرفتن داره حتما باید زن بگیره فلیتزوج لوم امر حتما باید زن بگیره فانه اغض للبصر و احسن للفرج زیرا این انا مقصد همین زنگیری گفت چشم از نظر حرام باز می‌داره فرج از زنا نگه می‌داره زن که داره همون شهوت خودش در نزد زنش قره میکنه یا خنک میشه مو از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری بی اشتیایی بودن از وزن نالازمه پروستات درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم هایی در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد همین زنگیری گفت چشم از نظر حرام باز می‌داره فرج از زنا نگه می‌داره زن که داره همون شهوت خودش در نزد زنش قره میکنه یا خنک میشه و مقصد آرام میگرده و حضرت گفت و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء اما کسی اگر امکان شرایط زن گرفتن نداره مهر نفقه زن مهیا کردن نمیتونه این شخص باید روزه بگیره همین روزه تسکین بخشنده شهوت بوده است وقتی آدم روزه میگیره دیگه او قدر بی طاقت و بیقرار نمیشه و ای درد شهوت برای همین جوانو را توصیه دادم در کار که همین ایام 20 3 روزی مابین ماه روزای دوشنبه و پنجشنبه را روزه بگیرن هم انشالله ثواب میگیرن هم شهوت تو وقتی همون زنگیریشو تسکین مییابه همه کارا حتی در این شب و روزا برادرای عزیز این در وظیفه پدر یخی پدر باید برسونه مادر به دختراش باید برسونه پدر به پسراش هر کدوم ما و شما با منزله چوپان و پاسبانیم ما مسئول هستیم و این فرزندای خود فرزندو را باید همین تعلیم بتیم زیرا حضرت صلی الله علیه و سلم همین تعلیم به صحابه ها و با واسطه صحابه ها به ما و شما داده است سبحان الله و نهایت سوم وصیتی که حضرت صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره داد گفت و ان اوتر قبل ان انام یعنی که خواندن نماز ویتر قبل از خواب نماز ویتر نزد جمهور سنت است نزد حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله واجب است واجب در شریعت عملی را میگن که از بس که دلیل زنی داره یا مقصد انا دلالتش دلالتن زنی و دلالت های یا که مقصد که همون ثبوتش زنی های به همین خاطر اگر ما بودو کسی انکار کرده واجب گفت این به فکرم واجب نیست های سنت های مستحب های این کافر نمیشه گناهگار نمیشه فرقش ای فرض همین قای نباشه واجب هم مثل فرض ادا کردنش در کلای آدم قرض میشه اگر ما بودوی کسی همین واجب انجام نداد قضاش در کلاش میمونه چرا حضرت امام اعظم ابو حنیفه نماز ویتر واجب گفت اگر چند ببینیم همه ائمه ثلاثه امام از ائمه ثلاثه خدمت امام اعظم ابو حنیفه و امام ابو یوسف امام محمد ابو یوسف و محمد رحمهم الله اینا میگن که سنت های همون قول جمهور قطعیه قول مالک شافعی و احمد قطعیه اما خود حضرت امام اعظم ابو حنیفه واجبش گفت و الحمدلله رب العالمین که علمای امت مجتهدای مذهب همین قول وجوب ترجیح دادن همین قول وجوب اختیار کردن برای که همین کلمه واجب در متن حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است حضرت در سنن الکبری امام نسائی اومده است
میگه الویتر حق واجب علی کل مسلم. ویتر حق است، واجب است در ذمه هر مسلمانه. وقتی که در متن حدیث کلمه واجب اومده است، وای به حال ما که اگر ما واجب شدنش قبول نکنیم موافق همون عمل نداشته باشیم. یعنی این سند نیست که با مقصد نخوندنش قضاش در کلد واجب نشوه. واجب که هسته مثل فرض اگر خدای نکرده قضا شد، قضایش البته میخونی. اگر بسیاری مردم با کار و بار اندرمان هستند، خاصتا در تابستان که شبا بسیار کوتاه است، اگر به شرطی که همین نماز ویتر نخونن بگن که ما صبر میکنیم تهجد میخونیم بعد نماز تهجد بخونیم، امکان داره که در خواب بونن نمازشو قضا شود. حضرت صلی الله علیه وسلم توصیه داد که کسی که همین خیلی اگر شک داره گمان داره که من سحر در نماز تهجد خیسته نمیتونم، بهتر است که نماز ویتر خونده بخواب کنه. و ان اوتر قبل ان انام. معنای گپ همین است برادرای عزیز. و همون خاطر خاک حالی شبای درازه انشالله کسی اگر نماز ویتر بعد خفتن نخونه یکون اشکال نداره. خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز ویتر بعد تهجد میخون. در همین ساعت 4-4:30 هم اگر بخیزی انشالله دستگیر کرده میتونی. نماز تهجد میخونی، ای قفاش نماز ویتر میخونی. تا دمیدن صبح صادق وقت هست. صبح صادق هم شاید ساعتهای 5:30 هم تری بدامده، بعد 5:30. همین خاطر امکان است که مثلا همین نماز ویتر خونده شود. اما در اما در تابستان که خوف است، همین وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابو هریره کرد همین را عملی کنی بچو که در خواب نمونی. در خواب نمونی. همچنین اگر جایی باشه که خوف فتنه باشه، بعضی مردم انتری عقلشون نمیگیره. محفل خیر مبارک بگردونم برای بابای حاجی محسنین، برای اهل خاندانش، برای برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند. و خداوند بابای حاجی توحید ما را از جمله بلا و گزندها نگهبان باشه. فرزنداش هم مثل خودش محیب، از خودش بالاتر عالم قاری و خادم شریعت غرای محمدی به کمال برسانه. و پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند فردا روز قیامت از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از همنشینی آن حضرت صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب گرداند. آمین.